طی چند روز است که کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه شهرنو در نقطه خوراک عموم، آشخانه، نانپزخانه، نقطه‌های سودا، داروخانه، مؤسسه‌های تعلیمی، نقطه‌های صنعتی، مغازه و آشخانه‌های بازار مرکزی ناحیه ریت‌های مشترک می‌گذرانند. در همه مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی ناحیه متخصصان ساحه سنجش سانیتری و اپیدمیولوژی گزارده، همچنین عاید به نگهداری محصولات خوراک، اجرای کمبودهای جای داشته به شخصان مسئول امرنامه و آگاهینامه داده شد. برای به ترتیب آوردن قاعده‌ها و معیارهای سانیتری در بازارها، دکان‌ها، مغازه‌ها، مرکزهای تعلیمی و تندرستی زیاده از 200 سنجش گذرانیده شد. در رفت سنجش‌ها به 231 نفر شخصانی که قاعده و معیارهای سانیتری را ویران نمودند، پروتکل‌های حقوق ویرانی ترتیب داده شده، از آنها 16000 سامان به بودجه دولت وارد کرده شد. محتوای پیام سرور دولت که تحلیل عمیق دستاوردهای دوران استقلال کشور و برنامه مکمل فعالیت برای تمام قشرهای جامعه تاجیکستان بود، برای کارمندان ساحه تندرستی ناحیه شهرنو نیز دستوری عمل گشت. بلند برداشتن سطح خدمترسانی مؤسسه‌های طبابتی یکی از وظیفه‌های مهم است که مسئولیت کارمندان ساحه را دوچند می‌گرداند. در دوره 9 ماه سال جاری برای پیشگیری و پهنشوی بیماری‌های سیراتی، خصوصاً ویروس نارسایی مسمومیت آدم و ضربه‌پروین‌ها در بین اهالی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. ما کارمندان مرکز نظارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه در آینده کوشش می‌نماییم که باز هم کارها را جان‌ناک نموده بهر پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سیراتی بهر سالمی جامعه سهمگذار باشیم. در اساس نقشه و چاره‌بینی‌هایی که برای ادامه سال جاری طرح‌ریزی شده است، مؤسسه نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه شهرنو چنین سنجش‌ها را در نقطه‌های خوراک عموم، نقطه‌های سودا و در بازارهای مرکزی ناحیه می‌گذراند. انجام فعالیت پیوسته متخصصان ساحه از یک طرف جهت سلامتی اهالی روانه شده باشد، از دیگر جانب مسئولیت صاحب ملکان و صاحبکاران را دوچند می‌گرداند.